ما گفتین که در جوانی خود بسیار کارهای انجام دادین. شما بله. گفتین که یگان کار را برای شما همه کار نفس میدانستین. مثلا شما جوان امروزی را که میبینین، نسل جوان امروز، توصیه شما به اونا چی هستند؟ توصیه من همون محیطی که دارم در همونجا کار کنم، گریز تنبلی و گریزپایی نکنم و کار دقت دهم، زندگی را آموزم. هر گیاه، هر گل، هر درخت نام دارد، نام های همون را دانم، به چی کار می آید دانم و بی‌پروا هستم. جوانای امروزه ما بی‌پروا هستند. همون خدا میگم که همه چیز خوردگیش را دانم، نامش. این در همه مورد به کار می آید. بله. تشکر از این جواب خیلی آموزنده شما. از شما سپاسگزار هستیم. تشکر به شما. خوش آمدید. سلامت باشید.